رسیده برو میدان یک روز بود بدان در دولت خانواده احمد زاده ها امید جان عروس آورد خزید زیجاهایی که عاشقان می آیند داماد و عروس جان به جان می آیند امشب دو جوان بغل گشاید برهم یا در بغلی وقتی جوان می آید مبارک باشد یاری مهربان با ناز بگذشتند دو یاری عزیز از روی پایانداز دو یاری مهربان با صد امید بگذشتند مبارک تا باشد شاه عروسی سرفرزند که در تویش نبودیده برای همه باز هم کم است و خداوند صبر شدن زیادتر بسیار خرسند هستیم در ابتدای این روزینک این نیتینک باید اولی سخن را خودی کلین داماد بگویم چون که صاحب مهمان اساسا هر اینها هستند صاحب جشن ها شما را با زبان خودشان خوش آمدید میگویم اکرم جان مرحبا دوستان عزیز این یک دستاورد بسیار خوردم باشد ولی در حضور شما با یک ایدی بسیار زیبا مبدل شد و میگویم که این خانه پر از ساز و نوا است بیا پر از غزل صدق و صفا است بیا یاران عزیز گردی هم آمده اند این خانه پر از نور و ضیا است بیا خواه بسرا خواه بنوش خواه برقص هر کار که میکنی روا است بیا این خانه بینش قسم زنید این خانه نه تنها خانه ما است اگرچه خیلی خورده کم باشد خانه همه ما و شما است من پیش از عید قربان بسیار عید رمضان بسیار زیر بودم که از نیویورک از مردم تاجیک دور رفتم و کسی نمی آید سرم بر آسمان رسید وقتی که در روز عید مهمانان در پشت در نوبت ایستادن برای در آمدن تشکر زیاد حس کردم که تنها نیستم و انا در این لحظه زیبا من به همه شما میخواهم عرض سپاس کنم اظهار منتداری کنم من از همه شما بسیار منتدار هستم که در پهلوی من هستید و تمنا میکنیم که همه شما به این روزهای نیک برسید و چون همه مردم ما اول دعا را از پدر و مادر میگیرن ما میخوایم که اکتم جان جبرای ما کمک کنن یک نوار از دوشنبه روان کردن همین نوار یک جای تماشا کنیم السلام علیکم بچه های عزیز خوش اومدین به خونه بچه ما خدا تن سعد عمر دراز و برکتتون ده دائم همیشه سربلند باشین دائم همیشه سرجم باشین در همه جا اتفاق باشین خدا به همین خونه بچه من اومدین و تن صحت و عمر دراز خونهش دائم پری گندم باشه دائما همیشه وقتش خوش در بر جلوهاش باشه خوش اومدین بچه های عزیز خوش اومدین بازم خوش اومدین آمین الله اکبر. السلام علیکم برادرای عزیز اپوهای محترم خواهرای عزیز
دادرای محترم، اکوهای مهربانی ما، همه شما را به خانه نو، به خاندانی برادری عزیزی ما، دادرچه بهترین من امید جان و کلینی عزیزم خوش آمدید میگم. برای او این خاندان تبریک میگیم. آرزومند هستیم که در خاندانشون مثل همین روز همیشه مهمانا حاضر باشن، پای قدم دوستا باشن. و یک دیگر آرزو میکنم که خدا جان همه شما را مثل امید جان صاحب خانه کنه. خوش آمدید، مبارکتون شود. تاجی سری محبای کردی خوش روی تو مادر، جانو دلی ما هستی و دل جوی تو مادر. تاجی سری محبای کردی خوش روی تو مادر، جانو دلی ما هستی و دل جوی تو مادر. خوش روی تو مادر، دل جوی تو مادر، از روضه جنت میرسد روی تو مادر. خوش روی تو مادر، از روضه جنت میرسد روی تو مادر. به نام خداونده که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. به بسم الله الها تیز کن تیغ زبانم را، به رحمان و رحیم نصرت قرین گردان لبانم را. اولا درود و سلامی مهرانه و پاک و عاطفانه ما نثارتان باد بنده های خوب خدا. باعث افتخار است که همین گونه اپاهای زیبا برادران گرامی قدر با تکلیف ما قدم رنجه نموده آمده، سرمون به آسمان رسید. خداوند همه خیلی خرسندی را نصیب شما هم گرداند. زندگی با سعادت و خانه آباد و پر از مهر را بهر یکایک شما در این روز خوبی خدا عزیزان دلم برای همه شما تمنا دارم از درگاه آن ذاتی پاک. خوش آمدید به گفت یک برادری قدردانی ما که قدم های شما بودن شما باعث افتخارم است. احسان به شما، خوش آمدید. ای دوست ای دوست ای دوست، جبری تو از آن کشم که روی تو نکوز. مردم گویند بهشت خواهی یا دوست، ای به خبران بهشت با دوست نخود. خوش آمدید. فقط قدم برای چی قدر شعر بسیار میدونند در قرائت شعر استو است. همه شرفت یکم دست کن. برای اکثریت مهمانایی که نه آنقدر از فرزندان شما شناس هستند با فرزندان شما شناس هستند و برای فرزندان خود کوتاه معلومات بدهید. هزار بار شکرانه خدا که در طول همین قدر سالهای زندگی کرده پروردگار انا فرزند کلانی من فردوس جان برای ما دادم. فرزند نخستینم است و همه حاضر از مسابقه با مدال آمد. مدال کمی نگردن شد. اگر ندونه که فرزند دیگه محمد رفیع جان رنگی کودکی خدمت، رنگی واقعا رنگ خدمت، همه خصلتش، کارش، رفتارش، گپزنیش، شوخی کردنش، همش رنگش بود. سو بچه دوستارم همین که رفیع جان. بعد دخترک زیبا مریم جان دگانه اساسی منه، نشانه از مادر منه. دخترک خوبه. بعد با قدیم مریم جان بود دگانه دیگه دارم فاطمه زهرا. و دخترک امریکایی عایشه جان. باز در برابر اونی که همین قدر اویله در اینجا جمع شدیم، من در امریکا باز خواهرک به جون و دل عزیز ما دارم، خواهرک فرزانه که در خریدن همین خانه سهم اساسی فرزانه بود.
خانه خریدن که دمپه و دهان چیز ضروری دمپه نفرزوده رو بگیرد برای خیلی روز بطور که پیش فرزوده در خلوپای نفسر مونه که پولش فرموش میکنن و باز در امریکا در پهلو مکه عزیز اومد جمشید جون کنیم جمشید است بیای سیاه بینن از ما بیا جمشید جون است و بعدا در امریکا همه شما را دارم که بسیار برام عزیز شدگی هستین نزدیک به شما یکان روز و یکان ساعت مانده میگذرد و همه شما یک جهان تشکر سپاس مهمانان عزیز شما در مملکت ما من نو در مسابقه در تمامی ایست کوست در عنوان 16 شهر نیویورک جای 5 گرفته او طرف مرا خدای عزیزم با مجبور که برای آورده خدمت نکی همتون خوش آمدین. Make sure you enjoy our party and have a great night. جانی من قربان یک خندیدن و نازیدن لب به لب بینهادن و از شور دل ارزیدن عمری من قربانیم سرگی از بوست و کنار با هوای زربیدین بالیدن و رقصیدن قربانی آن فرصت که دستانی سقه مانم پیچی در بلا در گردنم پیچیدند وقتی من قربانی آن فرصت که دستانی سقه دانم پیچی در بلا در گردنم پیچیدند چونی من قربانی یک خندیدن و نازیدن لب به لب بینهادن و از شوری دل ارزیدن گنجی من قربانی آن دولت که از من بایدان برابر رنجیدن و زاد بس مرا سنجیدن گنجی من قربانی آن دولت که از من بایدان برابر رنجیدن و زاد بس مرا سنجیدن جانی من قربانی یک خندیدن و نازیدن لب به لب بینهادن و از شور دل ارزیدن لیکن تو همه توفارا گریتن نکشوید التماس نکشوید اگر رماجان شما یاردم کنید بچه ها با تقسیم کنید اگر اکتم جان اینجا برید یکم توفا با شما اگر راضی باشید برای خدمت های فردان جان یک شبیار یکم توفا با شما دو پیمنت اولین خانتان مبارک باشه یک قصدک بزنید برای خدمت رسانی بهترین همی طرف کنن نکشوید دو طرف با تقسیم کنید که رمضان بچه ها با تقسیم مهمانان عزیز خواهران و برادران ارجمند بر کسی کوفه داده خواهش بکنیم نکشوید همه خیلی داشته ایستید داون پیمنتی خانه نو مرحبا همه در تقسیم کنید التماس نکشوید مبارک شد همه در تقسیم کنید این داون پیمنتی اولین خانه همه تون است ما امید میکنیم آرزو میکنیم که همین مبلغی که ما با شما تقسیم کردیم امروز در خریدن خانه‌تان استفاده کنید. بله شما یک جایی سید خواستیم توفا را گرفتیم به هم رسید یک غزل موسیقی بلند میشود
یک جویا میکشویم کنورت رو نه توفه رو کنورت رو اول میگذاریم یک طرف رو فقط توفه رو میبرداریم یک جای دست را بالا میکنیم یک رسم خاطره‌ای میشود با هم یک جای این خونه است دوستان خونه که ما انتخاب کردیم در امریکا همه دستای خود را بردارد این خونه که ما انتخاب کردیم عکسای خاطره‌ای میشود کنورت میکشویم کنورت میکشویم کنورت اگر $100 باشه شما با میتونید کنورت کشویم اگر $100 باشه شما مایلش کنورت کشو دومینم آفرین $1 اینم $1 میلیون $1 یک سنت گم شود چقدر میموند؟ و این سوال ما جواب میدهم حساب کتاب‌های ما اگر انجام کنید یک سوال شما یک سوال اگر انجام کوتاه از $1 میلیون یک سنت گم شود چقدر دلار میموند؟ 999 اوکی دیره دکه جان یک سنت از $1 میلیون گم شد چقدر تکس درست شما رحمت جان اوزی گفتم اکو بینید که شما یک سنت نمونده در اینجا خیلی کلام است یعنی همین سهم دارد با $1 میلیون شما همین کنورت با $1 میلیون شما سهم دارد یعنی قدر دارد شما راضی هستید دوستان عزیز؟ بله بله توفه کنورت داون پیمنت و خانه با خود شده باشه یک کلسنگ زنید من گمان میکنم که یک پسر نیستم اومدم در این پیروز گفتم یک پسرم هست دیدم که با یک پسر دیگرم اونجا سوالم اومد خوشبخت هستم که با کلین فقط با تلفن گپ میزدیم اینم یک نامبردار یک هنرمند نومی پروتستان است اونجا یک چشمه хорошая жена – это все. Они заняты другого организации. Худо кушать, пишет. Ёфта Георгиевна фақат рӯзи мекасад. Дар тӯи тамошоотон хизмат кунам. Барои бачаҳотон ҷориё кунам. Ҳеҷ намекунам. Фақат мегӯям ранги ман соҳиби набера аст. Авера ва чавера шавед. Амин худо ба ман атоъ кудааст. оли насиб бошад. вале дӯстон муборак гуфта бо мегарон агар набошам аз осмонҳо болои сартон борони найсон мебарад. зиндагонии рӯшанӣ мехоҳад аз лабханди мо ин лаҳзаҳоро бо нафасҳои пур аз қадри умед оғӯш мебояд гирифт ҳамдигарро бо табассум бебаҳона ошиқона дӯстона дӯст бояд дошт аз дидори ҳар яки шумо бисёр хушбахт ҳастам ва албатта ҳар як вақте ки як ҳамватани мо хона мехарам сари ман ба осмонҳои ҳафтум мерасам ман дар бораи афзалияти харидани хона сигналҳо заронда будам мақсад ки шумо ишрок карда будед ва камтар гуфта гузаштаниам ёдоварӣ шудем ки барои харидани хона ва гузоштани қадамҳои нахустин ҳаросидан лозим нест бисёр барномаҳои ҷолиб ҳам давлатӣ ва ҳам ғайри давлатӣ вуҷуд доранд ки барои шумоён барои харидани хона кӯмакрасон мебошанд ин барномаҳои давлатӣ ман аллакай гуфта гузашта будам то замоне ки шумо истифода бурда метавонед аз он то $100,000 ба даун пейменти шумо ёрия расон аст ва бисёр мизоҷони мо аз давлатҳои ҳамсояи ӯзбекистон аллакай бо он барнома хона харид карда истоданд. яке аз меҳмонони бисёр олиқадр чеҳраи сухан чеҳраи иттилоъ чеҳраи хабар
نفری که سالیان زیاد در تلویزیون سهمگذار بودن، فعالیت کردن، ژورنالیستی بسیار عالی و سابقه‌دار، یکی از همکسبان، یکی از دوستانی اکای اومیدجان. فیروز جان چیکار که لقب با شما شناس کردیم، اکثریت همه فیروز رو میشناسند و فیروز براتون یکی از دوستان و پیوندان خانواده اومیدجان است، چون که همکسب امید است و در تاجیکستان تمام عمر خود را در ساحه خبر، اطلاع، سخن بخشیدن و امروز با اهل عائله خود آمدن. بسیار خرسند هستیم که فیروز جان شما با پیغام خوش سخن شما ممنونم. السلام علیکم دوستان عزیز. یک دقیقه توجه کنید، میگن که چهره‌بینی معرکه‌ها با حرف و با خاطره‌ها جالب است و میگن که مقصد از آمدنم هدفی که دارست و نگر ناد و نمک در همه جا بسیار است. خب دوستان عزیز، من بسیار خرسند شدم که یکی از اعضایان گروه ما، جمعیت ما صاحب خانه شخصیشان شدن. مبارک باشد، خانه‌تان پرفیض باشد، پربرکت باشد. وقتی که ما به امریکا میگوییم برای همه ما مهم است که کی حجت ما درست میشد، کی گرین کارت میگیریم، کی در همینجا قانونی نفس میکشیم. و من یکی از خوشبخت‌ترین انسان‌ها هستم که در لحظه بسیار مهم با امیدکه عزیزم و بویانگه عزیزم ما یکجا بودیم. هر زمان شاهد یک لحظه بسیار حساس و بسیار مهم بودیم که ببین گرین کارت اینا را تصدیق کردن و با کمک دکترچه حسنش بود که بسیار اونم نقش مهم بازید. و از بس که من در همه جا عکس میگیرم، من همون لحظه عکاسی کردم و همون این من برای شما آوردم که هر روز که در خانه‌تان اینو بیاوریزید، همون لحظه حساس، همون لحظه گرم، همون لحظه که عائله رو به هم می‌آورد، دلش پر می‌کند به یادتون بیاید. و این عکس باز رمزی است، در پشتش یک سنگ است، یک سنگ و این عکس در پشتش یک سنگ کلون است، خود به خود آمده است. اما اگر رمزان فکر کنید بینید که وقتی شخص گرین کارتش میگیرد در یک گوی کلون، یک سنگ کلون است پشتش میگذارد و بینید عکس بسیار رمزی. من میخواهم که همه وقت شما خوشبخت باشید با دخترچه نام، خانه نام، زندگی نام و بچه کورونتون درست شود. امید خیال میگه با گرین کارت اینا، خانه اینا، بچه اینا زنی کرونا. بعد میگن که اگر زندگی تیج باشد با لیشته که در تک سر بمانی و راحت کده دوره پیری میگذارانید. حتی اینجا پخته نیست کن با گفتیم کلوکه کده نبینید، این شما خودتون پخته کنید با لیشته یه بخشید سنه این زیبان که چی باشید. رحمت واقعا روزی هست که ما از مصاحبه گذاشتیم و گرین کارت ما تصدیق شد. همان روز است، همان روز فیروز جان برای ما همچون ترجمان خدمت کردن. رحمت فیروز جان و این تحفه بهترین است واقعا. تشکر زیاد. خاطرمی و همان بازی هم که ما کردیم یک قسم ایده از فیروز بود. یک قسم گفتیم که به مردم یک تحفه رمزی دیم. قسما ایده از فیروز و از من بود. مؤلف هم مؤلف. تشکر زیاد. بهترین تحفه. چکچکی بارانی بهار شیرین